به نام خدا. در برنامه این هفته آنسوی خبرها چنان که وعده داده بودم درباره فشارهایی که این آخرها به نهضت اسلامی تاجیکستان می شود صحبت کنم. ما در چند هفته اخیر شاهد بودیم که علاوه بر یک سر فشارها، مثلا در رابطه با بازار در ناحیه ترسونزاده که متعلق به استاد محیدین کبیری بوده است، همچنین شاهد بودیم که یکی دو تا نوار هم با همین هدف فشار و تأثیر روانی در شبکه‌های اجتماعی پخش شد. نوارهای بسیار مستهجن با محتوای زشت و ناپسند متاسفانه. حالا پیش از این که من درباره چرایی و دلیل‌های این فشارها بحث کنم، میخواهم به یک نکته اشاره کنم و آن این که ببینید، من برخلاف کسانی که فکر میکنند این فشارها تأثیر منفی دارد، این را من به فال نیک میگیرم. چرا؟ به این دلیل. ببینید، این فشارها نشان میدهد که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در جامعه از یک اعتبار، از یک جایگاه و از یک نفوذی چشمگیر برخوردار. اگر نهضت در جامعه جایگاه نداشت، از این فشارها هم خبر نبود. عرب ها یک مسئله خوبی دارند، میگویند من تصنف استهدف، یعنی هر کسی که دست به قلم شد حتما مورد حملات و هجوم ها قرار خواهد گرفت. خب این مثل را بتوان به این مضمون هم یک مضمونی وسیع‌تر داد، و آن اینکه هر کسی که کار میکند، هر کسی که فعال است، هر کسی که جایگاه دارد حتما مورد حملات و هجوم ها قرار خواهد گرفت. در این شکی نیست. اگر شما وقتی دیدید به شما کسی چیزی نگفت، به شما کسی حمله نکرد، هجوم نکرد، شما باید در خودتون شک کنید، تردید کنید که من چی عیبی داشتم که به من کسی هجوم نمی کند. لذا من این را به فال نیک میگیرم انشاءالله. اینها همه خبر میدهد که نهضت جایگاهی مخصوص، یک اعتبار و نفوذی ویژه‌ای داشته است در جامعه. اما در رابطه با دلیل‌های این فشارها، حالا سخنها زیاد هم گفته شد در رسانه‌ها، در شبکه‌های اجتماعی، حتما عزیزان پیگیری کرده اند. من حالا ببینید به مهمترین این واکنش‌ها اشاره کنم. از جمله جناب دکتر شاکرجان حکیموف، معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات، درباره علت این فشارها، سبب‌های این فشارها گفته است در گفتگو با رادیوی آزادی که آنچه که با کبیری شد واقعیت فرهنگی سیاسی و مشکلات دولت با مخالفانش را نمایش می‌دهد. این یک چیزی رایج است که سیاستمدار مخالف دولت هم باید از حساب زندگیش را پیش برد، انسان است. اما در تاجیکستان چنین نیست، میگوید جناب شاکروف. میگوید بلکه تلاش میکنند تا مخالفان را از تمام منبعهای زندگی محروم کنند، یعنی دستان مخالفان را از نگاه اقتصادی کوتاه کنند. قبلا نسبت سیفالدین تورایف چنین رفتار شده بود، سلطان قوتوف را نیز چنین کردند. اخیرا زید سعیدوف را هم دیدیم که بعد اعلان تأسیس حزب حالش تباه شد. حالا به همین شیوه کبیری را در جایش شینانده ایستاده اند، میگوید جنابی شاکروف. بله، این کارها واقعا درست نیستند. ببینید، این کارها بیش از همه به ضرر و زیان خود دولت است. من در برنامه قبلی عرض کرده بودم، نمیخوام تکرار کنم. ببینید، برای سرمایه گذاران، تاجران، بازرگان ها باید مجال داد. یعنی به جای اینکه به آنها فشار شود، باید حکومت به اینها مجال بدهد، مجال آزادی فعالیت بدهد. چون آخه معلوم است فعالیت اینها، آزاد بودن اینها به این معناست که قسمی از مردم خب با کار و شغل تأمین می شوند. یک نفر بازاری تأسیس کرده است، خب در آن بازار چند نفر کار میکنند، شکمی چند نفر سیر می شود. خب مگر این به نفع و سود کشور، سود جامعه نیست؟
اگر فشار بیاوری خب مجبور می شود کشور را ترک کند، سرمایه‌اش را در جاها در کشورهای دیگر گذارد. اون وقت از سودی آن شهروندان خودش نه بلکه دیگران بهره خواهند برد. برای همین نباید به یک همچنین شیوه های با بازرگان ها، تاجران، سرمایه‌داران، هر کی باشند، از هر حزب و از هر گروه سیاسی، نباید به اونها مگر در چارچوب قانون، حالا یک تخلفی کرد یا قانون را شکست، اون یک جایش دیگر است، بحثش دیگر است. اما به محض اینکه طرف فرض کنید عضو یک حزب سیاسی است و مخالف است با دولت، خب به سرش این بلا را بیارن، این درست نیست، از روی انسانیت نیست این. اما اینکه آیا من امروز درباره این میخوام بسیارتر بیشتر صحبت کنیم که آیا این فشارها تأثیر دارد؟ معتقد هستم که این فشارها تأثیری نخواهند داشت، برخلاف بعضی از تحلیلگران که اخیراً در رسانه‌ها گفتند که این فشارها و این کارهایی که الان علیه نهضت می شود این تأثیر منفی خواهد گذاشت. نه، چون این هم نیست. ببینید من دلیل دارم برای این عقیده و فکری خودم. حالا هیتلر حالا کار نداریم او کیست، همون هیتلر، آدولف هیتلری معروف، یک حرف خوبی دارد. میگوید تجربه نشان داده است که هر گونه عقیده که با مخالفتی سخت روبرو شود هواخواهی بیشتری پیدا میکند و گاه شکنجه و آزار شدن طرفدارانش در پیشرفت آن مؤثر است، یعنی تاثیرگذار است و بر تعداد طرفداران آن افزوده میگردد. واقعا هم چنین است، یعنی این یک کاری تجربه شده است، در تاریخ زیاد هست از اینها. ببینید من برای اینکه کمی بحث ملموس‌تر شود من چند تا مثال زنم. شما اخیراً دیدید که همین در ترکیه چند هفته پیش، حالا یک ماه هم ظاهرا نمی شود، آیا می‌دانید قبل از همین انتخابات اخیر، انتخابات شهرداری ها، انتخابات شورای محلی، ظاهرا چی هجوم ها و حمله های رسانه‌ای شد به حزب عدالت و توسعه، یعنی همون حزب حاکم، حزب جناب رجب طیب اردوغان. می‌دونید یعنی به اندازه‌ای بود که همه تحلیلگران گمان کردند که دیگر این حزب تمام شده است. باور کنید شما هر رسانه‌ای را که پخش می‌گذاشتید، تحلیلگر اگر این حادثه های ترکیه را تحلیل کرده بستاده باشد، میگفت که دیگر در این انتخابات این حزب دیگر تمام شد، دیگر به تاریخ خواهد پیوست. حتی من شنیدم این در بعضی از رسانه‌های عربی گفتند که اردوغان به تاریخ میپیوندد. قبل از انتخابات بود، چون هجوم ها، حمله ها، این جنگ های روانی خیلی سخت بود. اردوغان و حزبش را به خیانت و به فساد اقتصادی متهم کردند، حتی به خیانت و جاسوسی برای کشورش، جاسوسی یعنی برای دیگر کشورها، متهم کردند. هر روز رسانه های مخالف جناب رجب طیب اردوغان و مخالف این حزب هر روز، یعنی از صبح تا شام حرفشان همین بود. همه هم فکر کردند که این رسانه ها تاثیرگذار است. اما شما ببینید انتخابات چه شد، یعنی نتیجهش. اگر در انتخابات قبلی شبیه همین انتخابات شهرداری ها نمیدونم 38% رای کسب کرده باشد، در این انتخابات 48% شد، یعنی 10% بیش از آن آرا اینها رای گرفتند. پس معلوم می شود که این هجوم ها، این حمله ها نتیجه معکوس داشتند. ببینید همیشه چنین نیست که وقتی هی شما را میخواند رسوا کنند و شما هجوم کنند از نفوذ شما، از جایگاه شما کاسته شود. ابدا چنین نیست. یا یک مثال دیگر، در مصر پس از کودتای نظامیان و سرنگون شدن محمد مرسی رئیس جمهوری مصر، چنان هجوم، چنان حمله علیه اخوان المسلمین و خود شخص محمد مرسی شروع شد که دیگر همه جا را پر کرد.
اتفاقا همین شبیه همین تهمتی که با نیمروزها با نهضت میشود برای اونها هم کرده بودند. یکی از رهبران اخوان نوار برداری شده بوده است و با یک زن ارتباط داشته است و نمیدونم یک همچنین اتفاقی او نشان داده بودند در تمام رسانه ها یعنی مخالف اخوان و بعد در شبکه‌های اجتماعی هم پر شده بود. این حمله ها هنوز هم هست. آیا اینها تأثیر داشتن؟ در نگاه اول چون همه مردم چشم گوششون رسانه است، تلویزیون، شبکه ها هست. این شبکه ها هم عرض کنم که اینها همون آتش بیاره که همین سیاه‌کنی ها و تهمت ها بیشتر همین ها هستند. اگر شما آگاهی و معلوماتتان رو از اینها بگیرید بله میتوان گفت که تأثیر گذاشته این تبلیغات و چون اینها میگویند که الان از اخوان و از اینها دیگر آن جایگاهی که قبلا داشتن در مصر نداشت. اما آیا واقعیت همین است؟ من اخیراً در یکی از رسانه‌های آمریکایی خواندم من که یک مؤسسه نظرسنجی همین اخیراً در میان مردم مصر یک نظرسنجی انجام داده و سوالش این بوده که اگر همین الان چون انتخابات ریاست جمهوری نزدیک است، سوال این بوده است که اگر همین الان مرسی نامزد شود آیا به او رأی خواهید داد؟ نتیجه هم عجیب است. ببینید شما یادتان هست که وقتی در انتخابات ریاست جمهوری 2 سال پیش مرسی 50 خورده رأی گرفت و رئیس جمهور شد. در این نظرسنجی نتیجه این شده است که 62% نظرسنجی شده ها گفتند که بله اگر همین الان نامزد شود ما به او رأی خواهیم داد. اینجا هم 10% بر جایگاه این حزب بر اعتبارش و نفوذش در مصر افزوده شده است با وجود همه این تبلیغات. حالا اون تبلیغات و اون سیاه‌کنی هایی که در مصر شد و در حالا هنوز هم دارد می شود و در ترکیه شد، اینها اصلا قابل قیاس نیست با این حملات رسانه‌ای که در تاجیکستان هست. اصلا قابل قیاس نیست. اونجا یک حرفای مطرحند که دیگر به ذهنی هیچ اجینه هم نمی بیاد. این واقعا همون درستی اون حرف هیتلر را نشان می‌دهد که گفته است که تجربه نشان داده که هر گونه عقیده که با مخالفت سخت روبرو شود هواخواهی بیشتری پیدا می‌کند و گاهی شکنجه و آزار شدن طرفدارانش در پیشرفت آن تأثیرگذار است و بر تعداد طرفداران آن افزوده می‌گردد. لذا من حالا ان شاءالله به فال نیک می‌گیریم اینها را و البته بر پیروان و اعضای احزاب خصوصا حنیعی هم هست که اینها هم دست به کار شوند. دست به کارشان به این معنا که نه اینکه حالا عکس العمل نشان دهند اما بیشتر خود را نشان بدهند. یک 2 نکته دیگر هست در رابطه با همین حمله ها. یکی نکته حقوقی هست، یکی نکته اخلاقی. نکته حقوقی آن است که ببینید قطع نظر از اینکه این محتوای این نوارهایی که پخش شد راست است یا این دروغ است، حالا فعلا اینها میگویند که این تهمت است، حالا قطع نظر از اینها فعلا کاری با اون ندارم. آیا همین کار نفس همین کار که اینکه شما روید و از یک نفر بدون اطلاع و این نوار بردارید، آیا این کار از نظر حقوقی درست است؟ من از قانونهای تاجیکستان در زمینه چندان آگاهی ندارم، اما در همه کشورها، در بیشتر کشورها این نوع عمل را جنایت حساب میکنند. جرم، تجسس، تجاوز به حریم خصوصی شخص یک نوع جنایت است. مجازاتش هم سخت است. این شما نگاه کنید در رسانه ها وقتی در باره شنود مکالمه یا در باره مثلا فرض بفرمایید نوار برداشتن یکی از شخصیت های سیاسی اینها فاش می شود، اینها زود به دادگاه شکایت میکنن از بالای این کار، چون این جنایت است، این اصلا درست نیست، مجازات دارد این. یعنی اگر همین 2 نفری که درباره‌اش نوار را پخش کردند، ببینید من در مقام تأییدی کار اونها که نیستم یا دفاع از اونها که نیستم، نه ابدا، بحثم چیزی دیگه است. میگم این خود این کار تجسس، تجاوز به حریم خصوصی، این خودش جنایت است، این درست نیست از لحاظ قانونی،
اگر اینها در دیگر کشور میشدن شکایت میبردند، در صورتی که ثابت شود همون آدمایی که به نوار برداشتن اینها مجازات بشوند. ما در تاجیکستان ظاهرا با این چیز چندان اهمیت و توجه نمیکنند، مثل اینکه کنه یک عملی مجاز باشد. این مجاز نیست. من تکرار میکنم اون عمل رو من نمیخوام تایید کنم یا علیاذ بالله دفاع کنم که اون زشت است، خصوصا از یک ملا این کار خیلی زشت است، اما تجسس اون بدتر است. قرآن هم در قرآن هم علنا ولا تجسسوا که میگوید، این مصداق بارز این تجسس همین تجاوز به حریم شخصی افراد است. اینکه بیای تو بدون که وای آگاه باشد، مطلع باشد، یا باشه که آهسته از وای نوار برداری کنی، این زشت است، این ناپسند است، این درست نیست این کار. ببینید الان چه کسی میداند آیا از این نظر خب امنیتی وجود داره در تاجیکستان؟ یعنی مردم خودشان را در امنیت احساس میکنند؟ چه کسی میداند که این با این رهبرای احزاب اینها همشون خانه هاشون و منزلشون کامل گذاشته شده باشند؟ با این وضع که معلوم نیست، یعنی با این وضع حتی با کمال پوزیش با معذرت اینو عرض میکنم، حتی یک نفر میترسد با همسر خودش هم بستر شود. خیلی کار زشت است، کار ناپسند است. اینها را باید به اینها نقطه گذاشت، اینها درست نیستند. و اما اون نکته اخلاقی که در پایان این برنامه میخوام عرض کنم این است. ببینید این کسانی که این کار را کردند، یعنی این نوار را پخش کردند، آیا این جهت را هم فکر کردند که با این دو بنده خدا چی بلای سر اینها آوردند؟ به آبروی کردن انسان، هر کی باشد، هر کی هست، حالا من فعلا کار ندارم اون عضو نهضت است یا هر کی باشد، حتی عضو حزب حاکم باشد، حزب خلقی دموکراتی، اصلا درست نیست به آبروی کردن فرد، انسان، اونم با این صورت، نه از لحاظ انسانیت نه از لحاظ دین. با به آبروی کردن آدم درست نیست. یعنی به آبروی کردن، میدونید کسی که بنده خدا آبرویش میرد، میدونید احتمال داره دست به کارهای بدی زند، دست به خودکشی زند. نباید کار به اینجاها کشیده شود. ببینید خدایی که ما و شما را آفریده خدای مهربان است، توبه انسانها را میپذیرد، هر گناهی باشد. باید برای انسانها مجال داد، فرصت داد، نه اینکه این گونه آبروی آدمها را برد. ببینید نفس این عمل، باز تکرار میکنم، عملی زشت و ناپسند است این، اما نباید افشا کرد اینها را، نباید مردم را به آبروی کرد، اون هم به این صورت. ببینید من در پایان این برنامه یک داستان را نقل کنم. در روایت هست که در زمان پیامبر یک روز یک نفر در پیامبر آمد، گریه میکرد، مثل مادرهایی که فرزندانشان را گم کرده اند، از دست داده اند، یا فرزندانشان در دستانشان مرده است، گریه میکرد. پیامبر از یاران و اصحاب پرسیدند که این چه کسی است، چرا گریه میکند؟ و او بگوید پیش من بیاد. یک جوان بود، آمد پیش پیامبر گفتن که جوان چرا گریه میکنی؟ و هم گفت که من مرتکب کار خیلی بدی شدم، گناهی خیلی زشتی را مرتکب شدم. پیامبر فرمودند آیا به خدا شرک ورزیدی؟ علیاذ بالله. گفت نه، من به خدا شریک قائل نیستم. پرسیدند که پس چی؟ کسی را به ناحق کشتی؟ گفت نه، کسی را نکشتم. پس چرا گریه میکنی؟ خدا انشالله تواب است، مهربان است، هر گناهی را میبخشد وقتی که توبه حقیقی از انسان صادر بشود، سر بزند. گفت نه، گناهان من از اینها بزرگتر است. پیامبران گفتن که آخه یعنی چی؟ مگر خدا بزرگتر از گناهان بزرگ تو نیست؟ گفت گناهان من خیلی بزرگ است. پیامبر گفتن که خب چی کار کردی؟ گفت که حالا به شما میخواهم بگویم. پیامبر گفت که من 7 سال است که کارم نبش قبر است، نباش. یعنی میروم وقتی یک مرده را تازه
گور میکنند. شب که شد، تاریک که شد، همه رفتند، من میرم قبر را میکنم و این کفن را میگیرم و این کفن را میفروشم و حالا امرار معاش میکنم، کفن دزدی میکنم. مثلا 7 سال از کارم این. میگه همین آخرها یک دختری جوانی را که مرد آوردند گور کردند، دفن کردند و منم منتظر بودم که کی صاحبانش میروند تا کفنش را بدزدند. وقتی همه رفتم و این قبرش را کندم و کفنش را گرفتم، چون تازه، یعنی جسد تازه گور کرده بودند، شیطان وسوسه کرد و وسوسه شیطان مرا وادار کرد که مثلا دست به کاری ناشایست و زشتی بزنم و با اون هم بیستر شدم. ببینید گناهی به این بدی. بعد وقتی که برگشتم یک دفعه یک صدای شنیدم که وای بر حالی تو، که مگر انسان تازه یک مسلمان دست به همین جرم جنایت میزند، که یک وقت به خودم یک دفعه میگوید به خودم آمدم که من چیکار میکنم، واقعا از کردم پشیمان شدم. الانم آمدم پیش شما تا بگویم که تکلیف من چیست. پیامبرم ناراحت شدند، گفتم برو از پیش من دفع شو، کاری خیلی زشت و ناپسندی را تو مرتکب شده ای. جوان ناامید برگشت، رفت خانهش، یک توشه برداشت و اون یک کوهستانی نزدیک شهر مدینه رفت و شروع کرد به زاری و تولا و توبه کردن. گریه میکرد. این دعاهایش عجیب است. من حالا عربیش رو که نمیخوانم، بعضیش ترجمهش رو بخوانم. گریه میکرد، میگفت بار الها، این بنده توست که دست بسته نزد تو آمده. ای پروردگار من، تویی آن که مرا آفریدی و آنچه که من انجام دادم تو از آن آگاهی. خدایا اکنون از کرده خود پشیمانم. به خدمت پیامبرت رفتم، او هم مرا از خود راند. تو را به اسمت و جلالت و بزرگی سلطنتت سوگند می دهم که امیدم را مرا ناامید نسازی. سروری من، دعایم را باطل ننمایی و مرا از رحمت خود محروم نسازی. و همین ترتیب 40 روز فقط زاری تولا میکرد، عبادت میکرد، گریه میکرد. میگفت بار الها اگر حاجت مرا برآوردی. بعد از 40 روز این دعای را زمزمه کرد که بار الها اگر حاجت مرا برآوردی و اگر دعای مرا مستجاب نمودی و اگر گناهی مرا بخشیدی، و پیامبرت وحی کن، یعنی از طریق پیامبرت این را مرا آگاه کن. و اگر که آمرزیده نشدم، یعنی مرا نبخشیدی و میخواهی مرا عقوبت کنی، پس آتش بفریست تا مرا بسوزاند و یا مرا به عقوبت گرفتار نما تا مرا هلاک سازد و از رسوایی روز قیامت مرا نجات ده. و همین منوال ادامه میداد. این از زاری و از گریه و از تضرع و دیگر خشک شده بود، تقریبا چیزی از او باقی نمانده بود. که اینجا بود که خدا و پیامبر وحی فرستاد. در روایات هست و که پیامبر فرمود که ای محمد، بنده ما برای توبه نزد تو آمد، تو او را از خود راندی، او به کجا برود و به چه کسی روی آورد و از کی بخواهد که گناهانش را بیامرزد؟ من او را بخشیدم. خدا خیلی مهربان است. خدا بیش از آن اندازه که ما و شما فکر میکنیم مهربان است. متوجه هستید؟ ما انسان ها باید این نکته را در مد نظر داشته باشیم و مردم باید فرصت داد. نباید مردم را آبرویش را ریخت. کاری خوب نیستین، کاری زشت است، ناپسند است. و پیامبر وقتی از خدا
این وحی را دریافت کردند که خدا فرمود من او را بخشیدم، از اصحاب خواستند که پیامبر را به اون جایی که این جوان هست هدایت کنند. همه بردند به اون محل، اون مکانی که بنده خدا مشغول طاعت و عبادت و توبه بود. پیامبر را که دید باز همون سخنانش را گفت که من حالم چی می شود، خدا با من چه کار خواهد کرد. پیامبر فرمودند که دیگر این مژده را به تو می دهم که خدا تو را بخشید، خدا توبه تو را پذیرفت. اونم خوشحال شد. من این برنامه را همینجا به پایان می رسانم. همه دوستان را به خدا می سپارم. سلامت باشید.